رفته و اثر مالتیپلایر اینترنت و کمپین های دروغ و فریب باعث شده که ما چنین حکمی بکنیم و زمان رو از همیشه بیشتر نزدیک به نیمه شب اعلام کنیم. 100 ثانیه به نیمه شب رسیدگی می‌کنیم. باید متوجه این باشیم که دانشمندای واقعی، دانشمندایی که در پیشبرد علم که برخلاف گرفتاری بمب اتم که فقط به اراده انسان و حسن نیت انسان بستگی داشت. زنش میگه همه سایت های پرن تهوع‌آورن، برای خانم‌ها تحقیر کننده هستن و مردایی که تو این سایت ها میشن به شدت به این متعهدن که این فکرها رو در حد احساسات خام درهم و برهم نگه دارن و بهش جامعه عمل نپوشونن. مثلا اگر ویروس وارد خانه سالمندان بشه، فیتالیتی ریتش، کیس فیتالیتی ریتش، نرخ کشندگیش فرق میکنه، بیش از 2 تا 3% خواهد بود. یا مثلا الان میگن که هند آلوده شده و خب هند یکی از وضعیت اضطراری به خاطر موقعیت چین اعلام نشده. چندین بار تاکید شد که و این در واقع رأی عدم اعتماد سازمان مثل اینکه تمدید کرده باشن و یه مقداری شاخص همین دلیل افت کرده. همه منتظرن که ببینن این ویروس مهار میشه یا خیر. این ویروس جدید از خانواده کرونا قبلا در انسان هرگز دیده نشده و بیماریزا نبوده. یک ماده ژنتیکی، یک کپی ژنتیکی هستش، ولی قابلیت بیماریزایشون حداقل تا 1 هفته بعد از نشستن روی سطوح به خاطر این پوششی که دارن باقی میمونه. مسئله دیگه اینه که این ویروس هیچ آنتی ویروسی بر علیه ویروس‌های تولید کننده سرماخوردگی هم. یه نکته دیگه که این ویروس داره و از سارس از این نظر بدتره